شام بخیر بینندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش. در سال 2020 اولین نشر مستقیم برنامه ارتباط رو منظور شما میکنیم و واقعا هم صحیفه‌های جالب، باز هم توجه به ورزش و باز هم برای دریافت راحت به المپیاد 2020 و در مجموع مسئولین و همه ورزشگران با یک نیت نیک و مرام‌های خاصه خیش قدم به باز هم سال نو میلادی گذاشتن که اطمینان داریم که در این جاده، در این جبهه ما رو هم با صحیفه‌های درخشان و موفقیت‌های بیشتر و زیادتر و از این همه بیشتر باز هم راحت به بازی‌های المپی در پیش است. موضوع امروزه ما بعد آن که از 23 تا 25 ینور در شهر تل آویو اسرائیل مسابقه گران پری اوید به جودو برگزار گردید و آن هنرنمایی پهلوانان ما که اندکی نگران کننده بود و برخی از کارشناسان هم به آن نظر بودند که اینجا هم علت و مشکل های زیاد موجود است. ما هم با این فکر راضیم و البته شبکه ما رو ترک نکنید و برنامه مستقیم ارتباط رو همراه باشید. سوال و درخواست‌های خود رو البته باز میتوانید که مطرح سازید. با این موضوع برمیگردیم. حالا امکانی معرفی مهمانان ارجمند هم فرا رسیده است. ابتدا از نفر سابق دار صدرالدین عابدوف شروع میکنیم. فردی که در این جبهه، در این جاده هم بیشتر در نمودهای گوشین یک تجربه غنی و همچنین مربیگی و داوری رو هم دارم. خوش آمدید. و رئیس داورانی جودوی جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش درجه بین المللی، چمپیون آسیا فرهاد رحمت الله شما را هم خیر مقدم میگویم. داور درجه المپی رمزی شمیروف، نفری که در مسابقه تل آویو تاجیکستان را معرفی کردن به حیث حکم و امروز هم مهمان برنامه ما که شما را هم خیر مقدم میگویم. بسیار یک موضوع داغی روز، یک مسئله که باز هم البته هنرنمای پهلوانان ما بسیار مخلصان سر شما رو هم نگران کرد و من میخواستم که اینجا صحبت رو ابتدا از همان نفری کارآزموده و تجربه دار آغاز کنم. صدرالدین عابدوف. رحمت. من نسبتی ورزشگران البته این ورزش است، یعنی که ورزش هر مقام و هر حرکت های خود را دارد. ما یکی باره کمبودی های پوره، یعنی خطاهایی که نسبت شاگردان در این مسابقه کردن، یعنی که البته را حس میکنیم این کمبودی ها بودن، لیکن این ورزش است، به این هم نمیشه. این ورزش دائما و خود یک غلبه و یک باخت دارد. لیکن من نسبت شاگرد خودم خواجه زاده بیروز که در این مسابقه برآمد کرد، همین رو گفتنی هستم که خواجه زاده بیروز از 24 اکتبر کمتری یعنی که لط خوردگی بود. اون در مسابقه تا 24 اکتبر در مسابقه سطح جهانی با پهلوان منگول که یعنی که ورزشگری بهترین چمپیونات آسیا را بریده بود، یکم دست واخورد با یک پرتافت یپون، یعنی که غلبه به دست آورد. وقتی که در مسابقه 20 اکتبر در گرند اسلم با اون کس واخورد، از سببی که کم ترک لط خوردگی بود گشتین گرفتن نتوانست، یعنی با مسابقه را با همین پهلوان منگولی باخت. تا 2 ماه تا مسابقه که یعنی که استادان مسترسکی بود، ما با همراهی بیروز خواجه زاده و شخصانی مثل دکتران وطنی خودمون و با دکتران طبیبای خلقی ما با خواجه زاده مثال یعنی که توابت گرفتیم. چی کردیم؟ خواجه زاده بیروز تا 2 ماه من با بالای گلیم برآمدن نتونست. یک قدری مثال بگیم که از جهت با مسابقه تیار شد، لیکن همون بگیم امروزه دکترانی ما هم خیلی پیشنهاد کردن که این وقتی که این جراحاتی که شاگردش ما گرفتن، این بعضی اون هست که 3 ماه، بعضی هست که تا 6 ماه این دوام میکنن. تشکر زیاد. بسیار هم موضوع ما موضوع فراختر است. اینجا هم مخلصان سیر شمار 221 90 13 میتوانند که با ما در رابطه باشند. باز با همون شماره وایبری 917 82 88 اینجا هم پیامک های خود را می توانید که باز با ما ارائه کنید. و در مجموع نظری رئیس داوران راجع به هنرنمایی منتخب جودوی کشور را می خواهیم در جریان صحبت فهمیم. تشکر.
дар ҳақиқат устод бисёр қайд кардам. Якум мусобиқае ки соли 2020 барои ҷудочиён барпо шуд дар шаҳри Телавив, ин натиҷае ки имрӯз додан ва варзишгарони мо, ин барои мо мисол як рӯҳияи баланд наметиҳад, барое ки дар ҳақиқат варзишгаро тайёрии хубе да истодан ва ман боварӣ дорам ки дар дигар мусобиқае ки дар Франсия гузаронида мешавад, мумкин ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд ки варзишгарони мо дар ҳақиқат берун аз ҷумҳурӣ тамринҳои худро гузаронданд ва бояд ки як натиҷаи хубе тиҳанд. ташаккури зиёд, саломат бошед. Рамзиш Амиров, довари дараҷаи олимпия, шуморо хайрамақдам мегем. Воқеан шунидан кай бувад монанди дидан ва шумо ҳамон ҳамаи ин гуфтаҳоро боз ҳам комилан шоҳиди ҳол будед ва чӣ назар доред дар бораи анҷоми ҳамин мусобиқаи Телавив? анҷоми мусобиқаи Телавив барои дастаи якачини Тоҷикистон яке аз мусобиқаҳое буд ки бо натиҷаи мусбӣ анҷом ёфт, чунки бачаҳо худашон розӣ шуданд ки хатогиро доданд. аз ҷиҳате ки ман ҳамчун довар дар ӯ ҷо иштирок кардам, баъда мо рӯзи сеюм бо онҳо вохӯрдем ва ҳамчун як маҷлис гузарондем ва вайҳо гуфтанд ки аз хатогӣ аз тарафи мост ва дар оянда ки дар Парижу Дюссельдорф ва Работ мусобиқаҳо мешаванд, мо ин хатогиро ислоҳ мекунем. албатта бехатогӣ ягон кор нест, ин айби бачаҳо ҳам нест, чунки марҳилаи якуми мусобиқа аст дар ҳамин фасли олимпӣ, чунки то моҳи май ҳамин мусобиқаҳо тамом мешаванд. 8 мусобиқаи дигар монда ҳастанд ва якум мусобиқаи ин Телавив буд. бачаҳо дар ҳамун чоҳ ҳастанд баъди машқҳои тамринӣ ки баъзеҳо дар шаҳри Австрия гузаронданд ва нисфашон дар Россия, чунки оли бачаҳо дар марҳилаи ҳамун тайёрӣ нестанд. баъд аз як моҳ мешавад ки чунки барои ба ҳамун сатҳи физикӣ ва тактикии худ омадан ва ё да вақт дар кор аст. бале, ташаккури зиёд. ин расид таъсир ба ино ба ин яке аз воситаи таъсиррасонӣ ҳамин бошад. саломат бошед. ташаккури зиёд. инҷо ҳам навакар дар як толори бошукӯҳи ноҳияи Кушониён гилеми як барномаи мушаххас ки рӯи кор омад ва наврасону ҷавонон ва боз ҳам якчанд мураббиён ва дар маҷмӯъ мухлисон бисёр хушҳоланд, чун шуморо дар эфир диданд ва бисёр миннатдорем. мегам мо бисёр сарфарозӣ ва ифтихор ҳам мекунем ки довари дараҷаи олимпия аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар Тел-Авив дар марҳилаи ниҳоӣ доварӣ кард. яъне ба ҳамин марҳила гузаштани шумо пеш аз оне ки албатта мавзӯъ хеле фарохтар аст ва мехостем аз ин дур набошем ва ба ҳамин суол аз ҷониби он нафароне ки бо мо инҷо дар тамос буданд фаҳмем ки ин марҳиларо чӣ гуна пушти сар кардед ки ба даври ниҳоӣ ҳамчун ҳакам даъват шудед дар марҳилаи ниҳоӣ ки шумо доварӣ кардед. яъне ин вобастагӣ дорад аз марҳилаҳои аввал ё чӣ гуна? аз рӯзи ҳамун якуми мусобиқа сар карда ҳамаи сабқатҳоро моро назорат мекунад, ҳамчун ҳакамон ва ҳамчун ду назоратчӣ ки аз тарафи Федератсияи байналмилалӣ гирифта шудагиянд ва ё довароро назорат мекунанд ки ягон хатогӣ накунанд ва то ба марҳилаи финалӣ касе ки хато накунад дар марҳилаи финалӣ ҳамон довара мемонад. ташаккури зиёд, саломат бошед. бисёр ҳам сипосгузорем. албатта мояи ифтихор аст инҷо на танҳо паҳлавонони мо ширкаташон, балки ҳамчунин доварон ҳам инҷо иштирокашон бисёр ҳам шоистаи таҳсину ифтихор ҳаст. ва дар мавриди мо имрӯз бояд сухан кунем ки пирӯзӣ албатта ин моли мост ва нокомӣ ҳам ин як сабақ ва омӯзиши мост. аммо инҷо як нуқтаи нигаронкунанда маҳз бо ана ҳамон иллатҳое ки акси амалҳое ки дар гӯштини ҷудо андаке мушкилтар аст. ман мехоҳам таваҷҷӯҳи Фарҳод ва Рамзиро ба ҳамин нигарон кунам ки паҳлавонони мо бисёр дар истифодаи усулҳое ки ғайри қоида буданд ва аз ҳолат боз ҳам аз шидо рақобатро ба нокомӣ анҷом доданд ки ана ҳамин фурсат нигарон кунанда буд. ҳам Шакармамад Мирмамадов, ҳам Комроншоҳ Устопириён ва ҳам Хоҷазода Беҳрӯз дар сабқати чорякниҳоӣ, ҳам Раимов Темур, ҳам Темур Раҳимов. бале, дар ҳақиқат бисёр дуруст қайд кардед. варзишгарони мо бисёртар таҷрибаи ҳамун таҷрибае ки зудочиёни дигар давлатҳо доранд, ҳамон аз мо ҳози то ҳози бисёр ба худ нагирифтанд.
барое ки дар ҳақиқат бисёр нозук шудагӣ намуди зудо қариб ки ҳар сол як тағйирот мешавад. ҳамун тағйиротҳоро мо бояд ки дар ҳудуди тоҷикистон дар ҳар як ноҳия дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои тобе ва мунтазам дар мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон бояд чандин бор семинарҳо гузаронида накур оиди ҳамун чорабинӣ ҳамоне ки имрӯз барои зудо муҳим аст. барои ҳамин мо шоҳиди ҳамин будем ки дар ҳамин манам мусобиқае ки гузашт хатогиҳое ки варзишгарои мо карданд бо хатогиҳои худшон мағлуб шуданд. ин ки то ҳатто ки варзишгари мо беҳрӯз хоҷазода буридаиста буд не ки ба як хатогии худ мағлуб шид. ана ҳамин лаҳзаи ҳам бози нафарони мутасадди кормандони техникӣ мо ишора карданд ки як нафар дар робита ҳастанд ва ман ана ҳамин саволро мехоҳам ки аз шумо пурсанд ки ҳамин чи ба ҳақиқат дошт. албатта ин ҷо ягон ҷои ин хел агар гӯем хатогиву иштибоҳи доварон дар ин ҷо кам ба назар мерасад. рамзинро беҳтару хубтар медонад. аммо пеш аз оне ки мо ба ин мавзӯъ баргардем ташаккур мегӯем аз Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунем ки як лаҳза ҳамон фурсатҳои ҷолиб ва иштироки паҳлавонони моро бо як мусиқии хеле беҳтар ҳам манзури мо кунанд, чунки аллакай аксарияти бо дар барномаҳои мушаххаси мо дар барномаи иттилоотӣ ки бештар аллакай инъикос ёфт, мо инҷо зарур надонистем ки як сюжет таҳия кунем. ҳамон 30-35 сония ҳамон лаҳзаҳои партофтҳо ва нокомиҳои паҳлавононро метавонем ки бо ҳам бубинем. таваҷҷӯҳ мекунем. Пардифен Актив Гель. Проверенное средство. Легко наносится, снимает боль и уменьшает воспаление. Пардифен Актив Гель. Быстрое освобождение от отеков, растяжений, боли в пояснице, суставах и мышцах. Пардифен Актив. Свобода движения без боли. бинандагони азиз, як лаҳзае таваҷҷӯҳ кардем. албатта боз ҳам Давлаталӣ Назаралиев, ин паҳлавоне ки барои мухлисон, барои бинандагони мо он қадар ошно нест, дар даври аввал дар вазн то 60 кило
از گوسمان قرقیزبویف قزاق مغلوب شد و بعدا به مرحله بعدی راه نیافت و این چهره رو شاید البته اینجا اگر نفرانی که دانند نبودنش رو شاید اینجا هم سوال کنند. در مجموع 221 90 13 یک موضوع است که بسیار موضوع مهم است و توجه میکنیم دوستان عزیز به اولین نفری که میخواهم با ما در رابطه باشند. الو 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 بله 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 ما شما رو میشنویم. الو الو بله 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 مرحبا و متاسفانه علاقه برکندش بله ما شما رو میشنویم. الو از نزد آینه نیلگول اندکی دورتر باشه صدایتان خوبتر بیاید. الو متاسفانه ما رو نمیشنوند. SMS پیامک ها خیلی زیادند و اینجا هم ابراز نظر نمودند از آن فرصت نگرانی که چون بیان کردیم. البته سلام به صدرالدین عابدов و کای صدرالدین سلام به مانند بهروز باز شاگردان دیگر دارد که در عرصه جهانی هنرنمایی والا نشان دهند. ما مربی‌ها دایم امید و آرزومون همین است که شاگردان در سطح بین‌المللی برآمد خوب کنند. از آن جمله جامی حسن دو مرتبه جایزه‌دار چمپیونات جهان است. شاگرد از پروری ما است. خب باز سامان امسال برآمد خوب کرد در مسابقه سطح جهانی. نو در آینده حرکت می‌کنیم که باز هم مهنت زحمت زیادتر کنیم که نامبردارای ملت رو بهتره بیشتر کنیم زیادتر کنیم. تشکر زیاد. سلام عرض میکنم به شما تهیه‌گران برنامه. سیفالدین عابدов هستم از دلیان بالای ولایت سوخت. چون ما شاهد برآمدهای جدوکاران تاجیک در سرزمین اسرائیل گشتیم سوال داشتم که سبب موفق نشدنشان در چی بود؟ مگر همه آن اشتباه ها ارزنده برگه سرخ بودند یا اشتباه جدی شماریده می شدند؟ چون من به تهمتنهای تاجیک باوری دارم. تاجیکستان به پیش به رمزی شمیرов مراجعت کرده است. نماینده سوخت. البته این خطاگی ها باید شیده ها رو در نظر دارد. چون که این خطاگی هر یک ورزشگر است اینا رو باید تحلیل کنند و خلاصه برآورند دیگه خطا نکنند. به این نمیشد به خطاگی و در آینده میخواهیم که بیشتر قاعده رو ویران نکنند و در مسابقه های بین المللی مدال به دست آورند. این باید هر یک ورزشگر هر یک مربی باید کار کند یک قاعده جدو را باید داند. به این باید ممکن نیست در سطح بین المللی گشتین گرفتن. البته کار کردن در کار، سمینار گذراندن در کار. هر یک ورزشگر هر یک مربی باید داند این قاعده قانون جدوی بین المللی. تشکر زیاد. با فرهاد رحمت الله میرزابشاه شکورов هستم. روزهای آخر فعالیت جودوچیان تاجیک ما را نگران کرده است. یک سوال داشتم. از ورزشگران تاجیک جودوکاران را در نظر دارم. یگان ورزشگر به المپیاد توکیو 2020 را خط میگیرد یا نه؟ رئیس کمیته داوران در مجموع برای برطرف کردن همین کمبودی هایی که در اسرائیل رخ داد چی کار میتواند انجام دهد؟ در حقیقت ما باوری داریم که ورزشگران ما در سال 2020 در المپیاد اشتراک میکنند و خالهای نمونه را هم گرفته ایستادند و خیلی که قید نمودند پیش 8 مسابقه دیگه زد پیش از که در این مسابقه ها ما باوری داریم که ورزشگران ما راه خط میگیرند به المپیاد 2020. تشکر زیاد. با رمزی شمیرов سلام اکای رمزی، من از ناحیه یاوان. اکای رمزی از نگاه شما کدام ورزشگر تاجیک امکانیت راحت بازی های المپی رو بیشتر دارد؟ تو مای اول وقت است یاش مسابقه دیگر مونده که در سطح فهرست جهانی و در همون فهرست المپی میگوییم که دو ورزشگر قرار دارند، این سامان محمد بیکوف و خواجه‌زاده بهروز، ولی در یک وضع یک کس میبرد.
در طبق قاعده بین المللی جودو کسی که خلوش زیاد باشد همون رویخط میگیرد به بازی‌های المپیک 2020 در شهر توکیو. در وزن‌های دیگر باشد بعد از خوجازاده و محمد بیکوف مستوپویروف کامرانشو باز در قرار دارد و یا میتواند همون در فهرست 18 کسی جهان داخل شود و به بازی‌ها رویخط گیرد و بعدا رئیموف تیمور که با خلوشان کمتر زیادتر هستند و یا میتواند اشتراک کند. از دسته منتخب تاجیکستان میتواند 4 کس اشتراک کند. اگر گیریم با خلها که در اون فهرست 18 دارند 4 کس اشتراک میکنند و بعدا با یک کوتایی که به کره آسیا داده میشد در اون وابستگی دارد به همون 2 وزن با 4 وزن اگر اشتراک کنه یک تا کوتا میتونن. یک کوتا اگر گیرند در وزن 81 کیلو به فکر مراد و فکمق با خولای خودشون کوتا را صاحب میشد. در مجموع 5 کس اشتراک میکنند ولی وقت بسیار کم است. این مرحله باید ما سال 2019 باید با تیار بودیم ولی وقت کم بود از سبب اشتراک نکردن در بسیار مسابقه و ورزشگران ما از سبب نبودن مبلغ و نبودن تیاری خوب ما از دست دادیم همین سال 2019 را و امکانیت تازه 50% است که بچه‌ها این 4 کس غالبیت به رویخط رست و بازی‌های المپیک 2020 میگیرند. اگر شود و یکم چون معجزه اگر رخ دهد این 4 کس ما کوشش میکنیم که این 4 کس رویخط گیرند ولی امکانیتش کم است. راست باید گپ زنیم که چون که مرحله 2019 ما در کار بود که پای در پا در همه مسابقه باید اشتراک کردیم. کمی امکانیت از دست رفته است اما از دست رفته است 50% همون شانسی که داشتیم ولی تا ما کوشش به خرج دادن در کار تا تمام مسابقه اشتراک کنم و همین رویخط به دست گیرند. تشکر زیاد. یک نفر میخواهم با ما در رابطه باشند. بگذار. الو الو سلام علیکم آقا جان. و علیکم السلام. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. شما اندک دورتر باشید از نزد آینه نیلگون صدایتان بهتر نمیبیاد. الو سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. من یک سوال دارم برادر جان. مرحمت خود رو معرفی میکردید بهتر میشد. من شهر دوشنبه آقا جان بسیار آینه نیلگون تماشا میکنم گروه محلی بیاگ هستم. انا همین برای چی که با رمزی سوال میکنم که برای چی از سال پهلوانای خوب دارن نمیبرن برادر جان. از حسار که شد حتما حق نظر میپرسند. سلامت باشید. سلامت باشید. رئیس داوران رمزی مرحبا. سبب نرفتن پهلوانان ایساری اولا به مبلغ باید دریافت کرده شد چون که در سال 2019 همون بچه‌هایی که سزاوار جای یکم شدن در مسابقه جمهوری و خلعای زیاد دارن برای بازی‌های المپیک اولا فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان و کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان با همین 6 کسی که انتخاب کردن از سببی که آیا خل دارند و بعدا اگر بعد از بازی‌های المپیک اگر باز مسابقه جمهوری برگزار می‌گردد و صاحب کسی که جایزه اول میشود و بعدا با دیگر مسابقه‌های بین المللی ممکن سفربر کرده میشن. تشکر زیاد. درود به تهیه‌گران برنامه ارتباط. فریدون سفرزاده هستم از شهرکی ریوت ناحیه عینی. سوال من چنین بود که به اندیشه شما ورزشگران ما تمرین هایشان در داخل کشور برای خوب است یا در خارج کشور؟ البته تمرین ها بیرون از کشور بسیار هم نتیجه بخش است. پیش از مسابقه سطح جهانی پهلوانان ما در خود مکانی بگیم که همین زودای جهانی در همونجا با مدت 20 روز تمرین دست جمعی کردن. البته در مسابقه سطح جهانی دیدیم که پهلوانی ما بسیار هم برآمدهای خوب کردن، بسیار نتیجه خوب دادن. این که از همون پیشروی همون مشقای دست جمعی که در همون خود ژاپن گذروندن این نتیجه همین است. اگر ما چند قدر با سطح بیرون و دیگر دستایی که با ما
مقابلت نشان میتن قطعا ما یک جایی تمرین کردیم این با کاری ما با پیشرویش بسیار هم نتیجه خوب میتیم. تشکر زیاد. 221 90 13 اندکی فعالتر باشید. باز هم با رقم وایبری 917 82 88 پیامک های خود را ارائه کنید. در حاشیه گفته های رمزی هم اشاره کردیم نفری که از شهر سوال کردن. البته یک مرحله اساسی است، یک مرحله مهم است. ابتدا هم از چمپیونات جمهوری تاجیکستان و بعدا هم به ما مرحله های اساسی راه یافتن پهلوانان مهم است که بعدا آنها برای حق شرکت در چنین مسابقه ها را پیدا کنند. و فدراسیون گوشتن جودوی مملکت الان هم تنها سرپرستی و راهبری سفربری آنها را به تمرین های بیرون از تاجیکستان که هم یک اقدام نجیب است و برنامه مشخصی گفتیم که مکتب جودو در مکتب ها و این هم راه اندازی کردنش یک باعث بهبودی کار است. یعنی باید مخلصان و اون نفرانی که سوال مطرح میکنن باید خوب دانند که برای این مرحله ها پشت سر شدن لازم است و به حیات ابتدا شامل گردیدن در کار. رحمت الله فیلوه دارید در مورد این اندیشه ها؟ در حقیقت تمرین هایی که ما بیرون از جمهوری میگذاریم ما باید که اول در حدود جمهوری متخصصی دعوت کردن کو. اگر ما متخصص از بیرون یگان مربی خوب دعوت کنیم بسیار خوبتر میشید. برای که ما از همین تجربه ها اگر گیریم دولت های ابرقدرتی که هستند بسیار مربیایی که هستند در همین جودو همه متخصصی از دیگر دولت ها جمع شدگان. باید ما هم همین کار باید بریم برای که اگر در حدود جمهوری ما همین براه نمانیم ممکن است در این تمرین هایی که در دیگر دولت ها میگذارند و از یک از قریب نماینده های 100-200 کس در اونجا می شود. اونجا هر کس یک تمرین های از یک دیگر نگاه نمیکنن. اونجا بسیارتر سخوت که میگیرن که بین یک دیگر که در یک روز مثال تا 10 مرتبه تا 10 نفر خطی 20 نفر خطی گوشتین یک دیگر خطی میگیرن. از دیگر خطاگیایی که دیگر چیزایی که من خطاگیایی که در این مسابقه ها که میشود ما باید در همین شهر دوشنبه در تالار ورزشی الهیده باید برای تیم جمهوری دسته منتخب جودو باید باشد که در حقیقت همونجا تمرین کرده بعد از حصار نمیگه از دیگر جا نمیگیم فقط جمهوری تاجیکستان باید برآمد میکنن که انا همون چمپیونات جمهوری تاجیکستان که در شهر دوشنبه در جایی که میشود همونجا کدومی که سزاوار اول شد همونجا در منتخب به حیات منتخب شامل میشن. در واژه گفتگوی رمزدین و سوالی برادری دیگر چهارراه مسابقه ها سفربر کرده میشوند. وقتی که سفربر کرده شد و نتیجه خودش نشان میدهد که در کدام سطح قرار دارد. در کدام سطح قرار دارد. من فکر میکنم که اگر همین براهمونیم همین کمبودیایی که هستن برطرف میشود. تشکر زیاد. یک نفر میخوان در رابطه باشم بگذار. مرتبه سوم است رمزی که علاقه برکنده میشود و شاید این مرتبه هم امکان پذیر باشد. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. الو بله السلام. من ایزاره از شهر کلو. سلامت باشید. تشکر که زنگ زدید. مرحبا. مخلصی اشدی اکای بهروز و اکای سامان هستم. من وقتی که مسابقه که دوی گردید ما مخلصی اشدی هستن اکای بهروز هستیم. وقتی که اونها رو به باخت آوردن من یک همچون دختر مخلص به نهایت از باخت یکای بهروز غمگین گشتم برای چی اونها در مسابقه های بین المللی رو به باخت میارن پیروزی را برای چی نصیب نمیگردن. این قدر سرور دولت شو به خرج میدهد زحمت ها میکند برای چی اونها در مسابقه های بین المللی پیروزی به دست نمیارن. تشکر. جرأت کردید جودو تماشا میکنید شبکه ما رو میبینید زنگ زدید منت پذیریم. بانوها حتی توجه دارند و سپاس به سرور معظم ملت که به نمودهای ورزشی المپی بسیار توجه خاصه ظاهر میکنند و در حاشیه گفته های خواهر عزیز که امروز هم باید همین جوانان هیئت منتخب هم همین مسئولیت را همین احترام را بیشتر و زیادتر باید که البته قدر کند. امید در این روند اندیشه های دیگر است. خواهر محترم گفتن من هم بسیار خرسند شدم که این بانوان ما هم یک مخلصی گوشتین جودو هستند. خواجه زاده بیروز این دست پرور خودی من است. ما تای
қариб ки 3 моҳ мешавад ки хоҷазода Беҳрӯз кам дарак лат хӯрдагӣ аст. мо бо мутахассисои ҷумҳурӣ бо он кас ҳамкорӣ кардем, яъне ки тавобат кардем. хоб имрӯз ду бурда ки вақте ки ғалабаи ба даст овард, инҳо варзишгарои беҳтарини дар ҳамин вазми 73 дар зиноҳои аввалин буданд. неки вақте ки дар охирии сеюм вақте ки ҳамун ҳолате ки паҳлавон неки оринҷаш ба ҳамун ҷои латхӯрдагии хоҷазода Беҳрӯз расид, аллакай тамоми организм, яъне ки организми он инде ки лат хӯрд ва дигар худашро идора карда натавонист, яъне рӯ ба бохт овард. албатта Беҳрӯз доимо ҳаракат мекунад ки ҳаме хеле модарону мухлисон нимо аз ӯ розӣ бошанд. имрӯз насиб бошад ба шаҳри Париж сафар доранд. мо пешниҳод кардем ба федератсия ва кумитаи ҷавонон ва кумитаи олимпикӣ барои дастгирӣ кардани Беҳрӯз барои саломатиаш дар он ҷо як чора ва як чизи андешанд ки дар оянда Беҳрӯз тавонад ки мухлисои худашро яъне шод кунаду ва холҳои даркора ба даст орад. ба Фарҳод Раҳматуллоев инҷо Баҳодур Сафаров аз ноҳияи Хуалинг як суол доранд. ҳамон партофте ки ба Сомон Маҳмадбек, ба ҳарифи Сомон Маҳмадбеков вазари доданд, шумо ҳамчун раиси доварони гӯштини ҷудои Тоҷикистон розӣ ҳастед? ман аз Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунам ки ҳамин фурсатро пайдо кунанд ва ҳам рамзӣ ҳам дар ин ҷо омода ҳастанд ки албатта суханони шуморо тақвият диҳанд. бигзор аввалан фикри шуморо фаҳмем. дар ҳақиқат Сомон Маҳмадбеков бо намояндаи Италия ки озмоӣ карданд, дар ҳақиқат партофти намояндаи Италия як вазари худро метиҳад вақте ки ҳам як ҳатто кис такя кунанда ба ҳолати пушт кард, метавонад ки вазари тиҳад бо аз пеш мана рамзӣ дар ҳамонҷа будам дидам, мо аз телевизион тамошо кардем. дар ҳақиқат камтари Сомон Маҳмадбеков худро дифоъ карда натонист то ба ҳамон нуқтаи зарурӣ, яъне баргаштан ҳамон фурсати хеле қавитар буд. аммо аз Фирӯз хоҳиш мекунем ки каме ба фита, ба хотимаи фита таваҷҷӯҳ кунанд. мо боз гуфтем ки дар вақти изофа барои имтиёзи тиллоӣ зудо имрӯз бисёр нозукиҳои худро дорад, бисёр нозукиҳои худро дорад. доварон қариб ки хато намекунанд имрӯзо дар ҳамин мусобиқаҳои бо нуфузе ки мегзарад дар дигар давлатҳо, дар гран-при, гранд шлем ҳаминҳое ки ҳастанд, қариб ки хато намекунанд. ягон иштибоҳи агар вай шавад, лекин хел хатои ки маҳз хатоӣ кунанд намешавад. ташаккури зиёд, саломат бошед. Рамзиддин ҳам ҳамин гуфтаҳоро тақвият медиҳад, ба ҳамин андеша розӣ ҳастед ва дар хусуси боз ҳам нигаронӣ ва ҳолати Хоҷазода Беҳрӯз. ҳоло як нафар дар робита ҳастам, бигзор бо ҳам бишунавем. алло бале бале мо шуморо мешунавем. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ака мо як савол доштем. аммо устода ҳозир бисёр хуб қайд карданд ки як савол доштем ака. марҳамат. пешниҳод. марҳабо. аммо устода ҳозир бисёр хуб пешниҳод карданд ки бояд ки мо устода варзишгаро аз хориҷа даъват кунем. мисол мо ба монанди Расул Боқиев бисёр мутахассиси хуби гӯштин дорем. чаро ба ӯ ҳамкорӣ накунем ки гӯштингирои моро мисол ягон усулҳои хуби гӯштин ҳамн ҷудоро ёд бита дастгирӣ кунам. мисол ё ӯ каса ига пайрӯз варзишгарои моро назди он кас равон кунанд ки дар Москва мисол мутахассиси моро истифода мебаранд. чаро мо худмон ӯ мутахассиси хуб истифода накунем тоҷико? ташаккури зиёд. раиси доварон метавонанд ки ба ин суол албатта посух гӯянд. кор дар самти даъвати доварон ва мураббиён меравад, алахсус мураббиён. дар ҳақиқат бисёр дуруст қайд карданд. Расул Боқиев беҳтарин варзишгаре ки дар олимпиада байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро бардоштааст. мо фахр мекунем тамоми
جمهوری خلق عزیزمان فخر میکنن که چنین ورزشگری با نفوذ ما داریم و دعوت هم کنیم رد نمیکنند. من باوری دارم که آمده در تاجیکستان برای پیشرفت زودوی جمهوری تاجیکستان، برای bayrak جمهوری تاجیکستان را بیرون از جمهوری برداشتن، من فکر میکنم که رد نمیکنند و امروز چیزی که ما قید کردیم برای المپیادای 2020 ما باید با همین تیاری که هست و چند مسابقه که مانده است ما باید همین با یک غلبه ها با همین مربیایی که هستن باید که به انجام رسانیم و من فکر میکنم که بعد المپیادا باید یک سرجم شده یک میزی مدور تشکیل نموده و بهترین پیشنهادها را کردن در کل. من فکر میکنم اگر که ما اگر از بعد المپیادای 2020 اگر شیشته یک میز مدور کنیم و اگر تکلیف و پیشنهادات زیاد شود و اگر تمرین ها شود در المپیادایی که دیگر سال 2024 می شود من باوری دارم که باز زیادتر ورزشگران ما راحت میگیرند. در حقیقت ما تاجیکان بهترین شرایط های خوب داریم برای که ما طبیعتاً ورزشگر هستیم. طبیعتاً برای ما متخصص در کار است که به همین راه درست همین چارچوبه رو در یک شکل درست بله راه بلدی کنند. ما خطا نمیکنیم که خودی رسول باقیف بهترین ورزشگر فقط در حدود تاجیکستان بود. تا وقتی که ما متخصصی خوب نیافته که اینا بیرون از جمهوری چندین مسابقه ها نبردن، اشتراک نکردن، با چنین نتیجه ها نرسید. بله خلاص برای همین من فکر میکنم که باز از رسول باقیف هم بهترین ورزشگران ما امروز داریم. من خواجه‌رضا بهروز هست، سامان محمدبکیف هست، کامرانشاه استاپیریان هست، من دیگران هستن و باز جوانانی هستن که در پای اینا رفته ایستادن پیروی میکنن. فقط ما متخصصان باید که تربیت درست کنیم و خیلی که من خواهر عزیزمون از شهر کولاب گفتن اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه زیاد به ورزش کرده است. نیکی ما متخصصان باید از این توجه استفاده برده باید که کار خود رو فعالیت خود رو پیش بریم. تشکر زیاد، سلامت باشید. در خصوص ناکامی دولتعلی نظریف جای بحث نیست، این علاقه معلوم است. ورزشگر یکمین بار در مسابقه سطح بین‌المللی اشتراک میکنند. خود همین ورزشگر در شهر چومین مشق کرده ایستاده است تحت روبروی یک معلم از فدراسیون روسیه. سن سالش به فکرم 19 سال است. بسیار جوان است و در آینده ممکن نتیجه خوب به دست میاریم. در وزن 66 کیلو ما نمایندگی نداشتیم در تل اویو اسرائیل. رقابت 73 کیلو رو سامان محمدبکیف رو توجه کردیم. با نوبت اکنون به توجه میکنیم فیروز بختیبکوف. حالا هنرنمایی نه بهروز خواجه‌زاده رو منظور ما کنم. بسیار اینجا سوال‌های بیشتر و زیادتر توسط وایبر مطرح گردیدن که همین کارشناسان چی میگویند در خصوص رقابتی همون ناکامی خواجه‌زاده بهروز در واخوری چهار یک نهایی. همین لحظه رو میتوانیم یک بار دیگر با بینندگان منظور کنیم و رئیس داوران گشتین جودو و همچنین داور درجه المپی اندیشه شان را بیان کنند که بسیار مردم هم نگران که چرا امروز پهلوانان ما از همون اشتباه ها بیشتر به ناکامی روبرو شدند. بعدا البته کامرانشاه و شکر محمد میر محمدوف را هم میتوانیم یادآور شویم. رمزی حالتی واقعی که شما نزدیکتر بودید همین رو شهر میدادید با خود مخلصانی که اینجا نرسیدن خواجه‌زاده به مرحله فینالی سببش در اون بود که در 2 ماه پیش چنان که استاد ما قید کرد و تراومای درونی به فکرم دارد، چون که این بسیار تاثیر می‌رساند در خود همین گلیمی که من داوری کردم. همین گلیم در خواجه‌زاده گشتین گرفت
و بعدن که ما قطع شما مصلحت کردیم و باید خطاگی خود گفت که ما سبب علت خوردن بود که من نتوانستم گوشتین گرفتن، ولی خطاگی آخرانی که در اینجا نشان داده بودند که به همون قپیدن دست یا اورنج، یعنی به زخمت قپیدن و اصول اجرا کرد. در گوشتین جودو همین شیدو است. انا همین نقطه بسیار نازک رو هم مخلصان میخواهند که خوبتر و بهتر از زبان کارشناسان فهمند. اولتایی که میشن، اولتایی که بچه های ما همین با این دیچور میشن، این از گوشتین ملی اومدگی آموخ شدگی این نازکی ها را، ولی در گوشتین جودو همین اولتا را آگاهی میده، یعنی شیدو داده میشن. توجه میکنیم به همین لحظه؟ همین رو در نظر دارن؟ این اصول میگن اصول قپیدن خرس در زبان گوشتین جودو، ولی این ممکن نیست. اصولا به همون قپیدن دست یا اورنج. اول باید شما همون زخمت خود این همون حرکتی گوشتین کمربندی رو میماند یک لحظه. گوشتین کمربندی البته از برای همین باید اجرا نشود و با عریفشون شیدو داده میشد و خواجه زاده است دوم دو شیدو داشت و این سومین شیدو برای خارج کردن فکر بود. بله، تشکر بسیار هم سپاسگزارم. سلام راوی ابوبکر قربانوف از ناحیه یوان هستم. نوکک سوالین رو مطرح کردیم، سبب شکست ورزشگران ما مشاهده کردیم، اما همون علامه‌آورش همین است که حتی 3 نفر پهلوان ما هم از ندانستن همون لحظه های بسیار هم ناگوار به شکست روبرو شدند. چون گفتیم الکی در مورد خواجه زاده که داشتن آخرینش با شباهت به کمربندی داشت، این در گوشتین جودو ممنوع است. البته ما بعد این برمیگردیم به وزن 81 کیلو. یک نفر میخوان در رابطه باشند. الو الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. الو. بله بله. اما سوال ما همه که برای چی ورزشگران ما خوب گوشتین میگیرن، ایسا گوشتین خوب میگیرن اما ایسا شیدو مغلوب میگردن، سبب هم در چی باشه؟ تشکر، سلامت باشید. شما هم به برنامه ما همراه شوید و الکی به این سوال مهمانان ما پاسخ گفتند. عبید ایلاوه دارند؟ البته این کمبودی نفهمیدنی نازکی های گوشتین جودو است. البته فدراسیون گوشتین جودو، یعنی از آن جمله ما داریم در خود ما داوری درجه که در سطح جهانی اگر داوری میکند باید که دائما اقلا در یک مرتبه یا 2 مرتبه سمینارهای مخصوص در بین همین ورزشگران و مربی گذراندنشان در کار است. این بهتر خوبتر از همه کارم این است. تشکر زیاد. سلام، ما یک گروه مخلصانی تیوی ورزش چرا لایقوف رضی الله با دسته جلب نمیگردد؟ فرهاد رحمت اللهیف. حاضر امین با این موضوع ما توجه کردیم. در حقیقت ما گفتیم که برای که در این مرتبه برآمدن باید که اول که زینای مخصوصی که چمپیون جمهوری تاجیکستان شدن در کار، بعد در مسابقه های بیرون از جمهوری که میشوند برای خالهای المپیادا باید همونا را گرفتن در کار که در همون وقت به همون بر راه داده می شود. من اکمل مرادوف گفته در حقیقت در قریب که در همه مسابقه اشتراک میکند و میتواند در المپیاد 2020 که یک خیلی که رمزی شامل گفتن و میتواند که 5 آدم همچون کوتا برای المپیاد به دست آورد. من این یک بهترین نمونه و میشد برای ما، برای ورزشگران ما، و فقط باید که ما در مسابقه ها اشتراک کنیم. چقدر که ما اشتراک کنیم همون قدر ما خالها رو صاحب خالا میشیم. در وزن 81 گفتیم اکنون اکمل مرادوف نوبت از اون نتیجه هایی که بود، چون در مسابقات قهرمانی جهان در آذربایجان هم یک پرتافتش بهترین فرصت، لحظه جالب و غرایبی همون تهیه رکلام شد و بعد این هم برگشتیم اکنون به اون صحیفه هایی که یک دور رقابت میکند. آن همین آهسته کاری ها، آن همین شرکت بیشتر و زیادتر یک زمینه خوب رو به وجود آورد که الکی تواند که از این بین قطعوی
در صورت کامیابی پهلوانان وزنهای ما این چهره هم الکی به بازی‌های المپی راه یابد. با وزن 81 ما چون توجه کردیم و اکنون شیداها باز ما رو ناکام کردن، همین طور رمزی؟ البته چون که در وزن 81 کیلو مرودوف اکمل از سبب نادرست قپیدن همون اصول، یعنی همون اصول باید در 2 ثانیه باید اجرا کند، نه کم از 2 ثانیه. اگر زیاده 3 شود همون وقت شیدو داده می شود، همون آدمی که همون زخمت بالا می قپد. ولی در همین حالت اکمل مرودوف قپید و ایستاد و ایستادنش این شیدو است، چون که زیاد از 2 ثانیه اگر ایستادن و همون کمربند می قپید باید اصول اجرا می کنی. ولی متاسفانه ورزشگر ما همین کار کرد و صاحب سهم شیدو شد. در مرحله دوم با ورزشگر فدراسیون روسیه تیپکایف. ولی در مرحله یکم ورزشگری که با مرودوف گشتین گرفت در سال 2019 2 بار دچار شدند و همون ورزشگر استون اکمل برید. ولی در مسابقه تل آویو اکمل همون حریفی که از استونیا بود با 3 شیدو غلبیت به دست آورد و مرحله دوم گذشت. و در آینده همین اصولی که اجرا کرد از طرف اکمل ما مشورت کردیم قطعشون و ترینرش کار کردن و تیوری نقصتر دیدن. الان جزئیات هایی که موجودند در دوام رقابت ها زود آشکار میشن، همون کمبودی ها رو البته سری وقت توسط سمینار بعد از همون تمام شدن مسابقه روز سیوم، بعد از تمام شدن مسابقه ما مجلس داشتن قطعی مربیان و همین نوزیکو را همونجا تحلیل کردیم. تشکر زیاد. با وزن 81 توجه کردیم به تدریج. باز هم نوبت به همون نیروسنجی کامرانشاه استوپریان که بسیار امیدوار بودیم. اکنون ببینید علتی که بود از دست دادن امتیاز البته اندکی نگرانی کرد مخلصانی سامان محمد بیکوف را. باز هم عملی غیر قاعده‌ای خود بهروز خواجه‌زاده این اولین ناکامی پهلوان ما البته از حالت غیر مقرری بود و بعدا هم باز شیدوی اکمل و شیدوی کامرون. اکنون پیش از آن که با کامرون رو یک بار دیگر اینجا هنرنماییش رو ببینیم، باز یک نفر دیگر میخوان در رابطه باشن. بیشتر مخلصان فعال باشن، سوال ها رنگی برنگ میشود، صحبت عجیب میگردد. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. من عزیز مسئله که شما بررسی کردید برادر عزیز بسیار مسئله خوب، یعنی مسئله عزیز متخصصا قید کرده ایستادن که داغی روز، لیکن یک طرف دیگری همین مسئله رو باید ما نگفته نمونیم که در تیم منتخبی جودوی جمهوری تاجیکستان چرا یک ما و طبیب نمیبریم؟ یک تیم منتخب 8 نفر مثال روان میکنیم، طبیب نمیبریم. با مثال شده میتوانم خواجه‌زاده بهروز یعنی جراحت جسمانی داشته است و گرفتن جای 7م در جودوی جهانی این رزولتات، این بسیار رزولتات بلند است. لیکن این گپای مرا اکای رمزی و زمین جشتگان یا میدونن، لیکن سبب در چی باشد که با دکتر تامین نمیکنن که همون جای زدگی را آنها بسیار بلاکاده کنند بعد از آن گوشتین گیره ورزشگر. تشکر، سلامت باشید. یک بار روشنی اندازه میکنیم متخصص همین ساحه اوید همین مسئله یک گپ زنه ما انیخ کنیم که همینو یعنی دکتر دارم. فهمیدیم. فهمو. تشکر، سلامت باشید. سلامت باشید که زنگ زدید. سپاسگزاریم. مرحبا. فرهاد رحمت‌الله اندکی نزدیکی دارد به فعالیت امروزه شما. باز هم در حقیقت همه این ما میخواهیم که نه تنها دکتر در یک دسته منتخب باید که بغیر از دکتر نوارگیر باشد، بغیر از وی دیگر مربی ها هستند. مربی 2-3 نمود مربی که برای عصب آرام کند اینا باید باشند، نه که سببی که باز مبلغ ضرور است. مبلغ ضرور است که در این تا اونجا رفتن و آمدن باید باشد. ما هم همین چیز همین گفته‌های این برادر ما قبول داریم، یکی بسیارتر به ما مبلغ در کار است که اینا را به همونجا به همینا روان کنیم.
تشکر. سلامت باشید. 221 90 13 با ما در رابطه باشید. رقم های وایبری بنده 917 82 88 10. فقط تو همین فرصت، تو همین لحظه که برنامه جریان دارد، به همین لحظه شما میتوانید که SMS پیامک های خود را سریع وقت روان کنید و بعد این دیگر ضرورتی ندارد که گاه ما الکی این موضوع رو بیشتر مطرح میکردیم که الکی بعد این حتی تا بعد 2-3 روز دیگر الکی سوال ها باز هم بیشتر میشوند. فعال شدن. فیروز اشاره دارد یک نفر دیگر میخواهند در رابطه باشند. بگذار. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. اندک دورتر باشید از نزد تلویزیون. اونو شما را شادباش میگیم، خیر مقدم میگیم، همچنین استاد عابد فهم. تشکر. انا مسئله میخواستم مسئله بررسی کنم. این سوال باقی رمزی نمیشود که مثلا مسئله که سومون بودن. چرا شما در نظر داشتید اندک بلندتر گوید؟ بگو که مسئله که مقصد سومون محمد میکف ایفون زده بود. اما مسئله که مقصد سومون ایفون زده بود. چرا مقصد دیپلماتون ما مقصد اویدی مسئله در همونجا مقصد وزیرگاری ما را دستگیری نمیکنند. این مقصد باری یکم و دویم نی. اما خلاف سلامت باشید. تشکر که زنگ زدید. از فیروز بختیبک خواهش میکنه همون لحظه همین میدان دارد، همین تل اویو رو در نظر دارید شما الکی؟ بله همون تل اویو با همون سبقتی که با ایتالیان میگیرید وقتی که از بختیبک خواهش میکنه همون رقابت سومون محمد بکف رو و با تحلیل میکنه. یک بار دیگر اگر توجه کنید در همین چرا؟ نه نه دیگر پیشتر از این پیشتر بود. متاسفانه انجام میتونه. البته فرصتی که پیدا شد کارگردان دسترس کرد با ما، البته باز در تماس خواهند شد. سلام به تهیه‌گران برنامه ارتباط. صدام جون دولتوف هستم از ناحیه فرخار. سوال اصولهای کامرانشاه خیلی خام به نظر میرسد. پیشنهاد داشتم که همان لحظه های بخت خود را بیشتر تماشا کند و از پی اصلاح خود شود. ما در خطا کمتر فکرش بیان کرده است. دیگر به سومون و بهروز برار میخواهیم. ما در آینده نمیشه از کمی سهل خطاگی هم هست و بگذار توجه میکنیم که به هنرنمایی 73 قوزمایی اول رو شما در نظر دارید چون پیدا کردن. البته ما برمیگردیم به این موضوع. یک نفر در رابطه هستن الان. الو بله و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر ارجمند. ما شما را میشنویم. محترم تبریک میکنیم برای ماچو. سلامت باشید. تشکر. مرحبا. با کی سوال دارید؟ مخلصی امی شکر محمد میر محمد بودید. امی چی سبب شده رمزی شمیل پرسونه که امی در امی حالت شیدوگیری و ورزشگری فدراسیون در مدل طلا برآمد کرد. ارتاف که بزیر ده و میسال تزور شیدو نگیرید. اثبات داشته رمزی اصولی که میر محمد و شکر محمد اجرا کرد در وزن زیاده 100 کیلو، این اصول به سر رفتن همون میر محمد و شکر محمد و در حالتی که همون آدمی که اصول اجرا میکنه و سرکی میرود این خنثی کمکی است با طبق قاعده بین المللی، یعنی خارج کرده میشد. چون که در این حالت‌ها بسیار خواهش میکنیم یک بار دیگر از فیروز بختیبک همین نظر رو منظور میکنن نزدیکتر. چون که حالتی که میبینید خود همون ورزشگر سرکی میرود به سر میافتد. این بسیار نادرست است و خوفی زیاد هم دارد. چون که در رشدین جدو مسابقات به طریق آنلاین میروند، یعنی مستقیم میروند و بسیار کودکان تماشا میکنند و بسیار در امین اصول در مشق‌های خردسالان اجرا میکنند و که وقتی که خردسال امین را میبیند و اجرا میکند این خطرناک است برای گردن شکستن، برای میان شکستن و از همین سبب این اصول ناممکن است و
با همین خارج کرده میشه. سببش همین بود. جودو فلسفه، فرهنگ، آداب، تمیز، اطوار، تربیه کامل دارد. یعنی در برابر باز هم ورزش بودن، اینجا هم باز پهلوهای دیگری تربیه نسل نورس رو هم دیدن در کار به نظر میگیرد و بسیار هم نازک است. از این خاطر علاقه تمام مردم کشورهای سیاره این نمود رو هم پذیرفتند و به بازی‌های المپی هم شامل است که بهتر و زیادتر البته نفوذ و موقع و مرتبه والا دارد. اکنون به کامرانشاه توجه میکنیم، البته بعد به نوبت گفتیم. وزن 81 رو دیدیم، وزن 90 رو توجه میکنیم. السلام علیکم برادری عزیز، من از ناحیه تیمور ملیک، بغیر از کامرانشاه استوپیریون در همین وزن نفر دیگر نیست که به مانند وزن 73 کیلو برابر با کامرانشاه شرکت ورزد در بازی‌های در مسابقات بیرون از تاجیکستان. البته فکر میکنم اینجا صلاحیت کاری ما نیست. اگر ناصر بازارов میبود با اینجا موضوع ما باز هم جالبتر و بهتر میشد و بینندگان به سوال خود باز هم زیادتر پاسخ میگرفتند. یک نفر در رابطه هستند. الو الو الو، ما شما را گوش میکنیم. بله الو بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. ما یک سوال داریم اصلا. مرحبا. همین اصولی که بیروز خواجه‌زاده شکست خورد کو، همین اصول قطعی تیمور رحیموف شکست خورد، چی بگیره به نظر نگرد؟ کاملا این دیگر بود و وای دیگر. اگر شما را بهتر میفهمیده، من بسیار میخواستم که شما جدی نظارت کنید، بسیار زیرکانه نواری تیمور رحیموف رو برمیگردیم. ابتدا بیاید با کامرانشاه، با نظر کامرانشاه، با قوازمایی کامرانشاه خاتمه بخشیم. مرحبا کارگردان. تشکر. کامرانشاه بسیار خوب آغاز کرد. بسیارها با آن نظر بودن که کامرانشاه بسیار افضلی آمادگی جسمانیش خیلی خوب به نظر می رسد، اما استودگری کرد. سببی که کامرانشاه در از چیسله 15 تا 18 ینور در شهر مترستیل آوستریا در مشق‌های دسته‌جمعی قرار داشت و بعد از مشق‌های دسته‌جمعی وقت در کار است که امون ورزشگر به مرحله امون پیشینه خود برگردد و تیاریشون در سطح بلند باشد. وقت در کار سبب یکم همین بود که کامرانشاه نتوانست گشتین گرفتن و یگان اصول اجرا نکرد، چون که در مرحله قرار داشت که برای رسیدن همون مرحله بلندتر و باید وقت در کار بود، یک ماه. ولی سببش در آن بود که کامرانشاه یگان اصول اجرا نکرد. البته اصولایی که از طرف عریفشان اجرا شدن اینو داور به نظر میگیرد و 3 تا شیدو صاحب شد کامرانشاه. شیدوی آخران هم اصول اجرا کردیده شدگی از طرف ورزشگر دولت پولشا بود به فکرم و با این سبب سزاوار شیدو شد و خارج کرده شد از این سبقت. کامران هم راضی بود. بعد از همین سبقت ما همون مجلس دا تحلیل کردیم و گفت من اول در همون مرحله قرار دارم که باید به همون مرحله پیشکی من برگردم. سلامت باشید. بسیار هم وقت تیمون به پایان میرسد. بسیار یک صحبت روزمره است، داغ روز است. مخلصان هم خیلی زیادن. بعد این اعتراض ها از این هم زیادتر می شود که ما با تلویزیون ورزش پیوست شدن نتوانستیم. اکنون تشکر میگیم با تیمور رحیموف. یک لحظه گفتید با قوازمایی همین پهلوان برگردیم. در ابتدا چمپیون افریقا را بسیار از سنگال بود، یک پرتافت خوبی با یک پرتافت وزر پیش بود، ولی متاسفانه برای همون قپیدن همون مرحله که باید در کار بود نتوانست. برای نزدیک شدن باید راه نداد، چون که در همین حالت باید اصول تاکتیکی را اجرا کند که باید نزدیک نشد. ولی متاسفانه همون ورزشگر سنگال کار خود انجام داد و چنان که در نوار میبینیم اول همون زخواتی که میگیرد یعنی قپیدن از طرف همون ورزشگر سنگال میبینیم. حضور در نوار تکرار مورد نشان میدهد که این نظر به
اصولی که خواجه‌زاده اجرا کرد این دیگر خیلی است. بله کاملا دیگر است. خپیدن ورزشگر سنگال اول است و بعدا اون اصول اجرا می‌کنه. اعتراض بینندگان مخلصان هم زیادتر به همین است موضوع، چون که این اصول مانند است ولی نه اصول اجرا کرده اون ورزشگر سنگال این اصول به طبق قاعده بود ولی بیروز قاعده را ویران کرد و رستگار رفتنی بود این غلط. بیاد توجه میکنیم به همین لحظه یک فرصت امکان داریم البته که تیمور یعنی فاصله رو خوب نگاه داشت. اول دست بینه دست اون ورزشگر سنگال و در همون کمیکات است. بعدا دست دوم میقبد. اول دستشون در همون پشت همون رایموف قرار دارد و بعدا دست دوم میقبد. اما از خواجه‌زاده بیروز هر دو دست خط رفت. چون همون اصولی که کورش انا از همون حالت با نشون میدن. انا دست در بالای رایموف است و بعدا همون اصول اجرا میکنه. تشکر. ابتدای عمل البته با چون مشاهده کردیم که از راستی پهلوان سنگالی بود. میکات باشد یعنی زخمت باشد و بعدا همون اصول اجرا باید کنیم. تشکر زیاد. بسیار مخلصم. با فکر من امروز چهره های نو رو جستجو کردن در کار دو در میان بانوان البته اطلاع داریم که شاعره و اهلیه هستند. به نظر من جدای زنانه دستگیری نمی‌یابد. چرا بسیار دختران میخواهند که جداکار باشند اما نمیتوانند. اکنون بسیار اهل دین یک برادری که بیشتر با ما در رابطه هستند تشکر میگیم. بسیار یک موضوع خوب رو هم اینجا مطرح کردم. یک لحظه اگر امکان داریم که باز هم در جریان صحبت با شکر محمد میر محمدوف هم اعتبار دهیم به هنرش البته و بعد این همین صحبت رو هم خاتمه ببخشیم. بسیار سرفرازیم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز چی باید کرد که همین نقص و علت زود برطرف گردد و ما توانیم در یک فرصت خیلی کوتاه که الکی پهلوانان برقرار شوند و نتیجه بهتر به دست آورند. البته امروز خیلی که از اینجا سوال ها بسیار شدن که دو یعنی مربی ها از خارج کشور آوردند یا که تمرین ها در خارج کشور شوند همه یک مبلغ یک چیزی معینی خود را میخواهد. امروز البته کمیته های دخلدار باید که تمامی شرایط و تمامی اون چیزی که به ورزشگر و مربی در کار است مهیا کنند و بعدا من باوری دارم که اینجا یعنی که شخص ها هستند که مخلصانی اشدی هستند یعنی که صاحبکاران هستند که اونها باید در همین حالت امروز گوشین زودای ما را که برای روزهای با شمار مونده است برای قدم دیگر برای مظفریت برای روخت مونده است باید که یعنی که سهمگذار باشند. امروز برای تبابت خواجه‌زاده بیروز برای مشق‌های دست جمعی بیرون از کشور باید که تمام صاحبکارا و دیگر همین شهروندای ما دستگیر و یعنی که درباره ورزشگران باید که یک حالتی مستحکمی داشته باشند یک جایگی. تشکر زیاد. سلامت باشید. فرهاد رحمت الله مسئولیت شما هم در کاری امروز که راهبری داوران را دارید بیشتر برای رفع همین مشکلی ها و چی باید کرد که باز شماره داوران را ما بیشتر جلب کنیم و تعدادشون را هم زیادتر کنیم برای بیرون از تاجیکستان. در حقیقت با همین سخنان می رود که هر یک دسته ای که ما باید بیرون از جمهوری در مسابقه های اشتراک کنند حتما باید که ما یک دو داوری خود رو با آن روان کنیم و من امروز که رمزی در تمام مسابقه ها که اشتراک میکند بچون چرا رفته داوری خود را میکند و باز داوران دیگر را ما باید شامل کنیم. این هم مبلغ ضروری لازم می باشد که در سمینار ها رفته اشتراک کنند. در دیگر دولت هایی که سمینار میگذارند باید که ما داورا را روان کنیم مبلغ طلب می شود. برای همین کمبودی ما در همین میماند و امیدواریم که البته که در آینده این یک راه حل خود را می‌یابد. تشکر. رمزالدین در فرجام هم البته یگان گفتنی های داشته باشید امکانیت هست. البته چون که تشکر زیاد به مخلصانی که دائم در تماس هستند دائم همون زدا را تماشا میکنند و کمبودی را به حیث همچون مخلص به ما معرفی میکنند. من یک چیز خواستنی هستم که تو ما تمام ورزشگران دنیا با تیاری خوب به تمام مسابقه ها جدی تیاری دیده استودن و ورزشگران ما هم چون ملت معرفی میکنند و کوشش میکنند که نتیجه را نشون دهند ولی
در پیش یعنی بازی‌های المپی هستند. بازی‌های المپی با دیگر دولت‌ها و بخصوصا تاجیکستان یکی از بازی‌های مهم سیاسی و جهانی می باشند که چون بسیارتر اگر اشتراکچی در اونجا اشتراک کنه و مدال به دست آورد این معرفیگر ملت نشون میده. ولی 6 نفری که دسته تاجیکستان معرفی میکنه ما میخوام که هر 6شون در همون فهرست جهانی و صاحب مدال شوند باشد و بازی‌های المپی رو خط گیرند. تشکر زیاد. با همین تمنای نیک البته ما هم امیدواریم که مشکل ها برطرف میگردند و نوشین اهل دین یک سوال مطرح کردند که درباره توجه به گوشتین بانوان در جودو هم در تاجیکستان خیلی بهتر شده است. اگر باز این تعداد باز زیادتر و بیشتر گردد ما سرفراز هستیم. تشکر میگیم. در حالت راست بودن البته قوزمایی پهلوانان ما یگان نقص و علت ندارد. اینجا هم چندین نفر همین سخن را درج کردن، یعنی علت فراگیری کاری ما در همون 3 حالت پرتری است که الکی ما در برنامه‌های دیگر سر این موضوع برمیگردیم و حالا امکانی باری دیگر سپاسگزاری هم برای ماست که ما تشکر میگیم به صدرالدین عابدوف، با فرهاد رحمت‌اللهیف استاد ورزشی درجه بین المللی، رئیس داوران گشتین جودوی جمهوری تاجیکستان و یگانه داور درجه المپی رمزی شمیرف که این چهره تاجیکستانی عزیز ما رو در میان کشورهای ابرقدرت سیاره معرفی میکنند. با شما بار دیگر سپاسگزاری میکنیم. تشکر دوستانی عزیز که البته فعال بودید و از آن نفرانی که امکانیت پیوست شوی رو پیدا نکردن معذرت میخواهیم. در نشرهای بعدی البته باز این موضوع رو ما پیگیری خواهیم کرد. باقی برایتان سرفرازی آرزومندیم. تشکر برای توجهتان.